2 تا کلاس داشتم، بین 2 تا کلاس هم اومدم بیرون که کارهای کلاس بعدیمو ببرم. دیدم 2 تا آقا نشستن تو دفتر. گفتم اصلا شما میشناختین اینو اصلا گفتم شما گفتن که ما با شما کار داریم. آدم یه خودم میترسه یه غریبه بیاد بگه کارت داریم. حدوداً چند سال؟ اصلا بگم 50 60 سالشون آدم خیلی سنی نبودن. مای جوگندمی داشتن، بودم 60 ساله. بعد گفتم آقا من کلاس دارم، من که با شما قراری نداشتم. گفتن نه شما قرار نداشتیم، ولی شما 5 دقیقه بشینید ما حرفامون بزنیم بریم. گفتم باشه. بعد خیلی هم دلشون نمی‌خواست کسی تو اتاق باشه که مثلا من آدم راننده اینا. گفتم شما برو بیرون، شما با خودتون خصوصی صحبت کن. بعد شروع کردن اول از کربلای 5 و کربلای 4 و اینا که اینجوری گفتن آقا من کلاس دارم. مثلا وقتی این حرفا به من چیه؟ گفتم ما می‌خوایم اینا رو به شما بگیم که بر باباتون میگیم، بدون ما آدمای الکی نیستیم. ما آدمایی بودیم که با خودشون تو جبهه بودیم و همه این چیزا رو از نزدیک دیدیم. گفتن که ما قشنگ بعد که حرفا شد گفتم خاله چی؟ گفت چی؟ ما بهتون بگیم که اینا میخوان بابای شما رو ترور کنن، طوری هم ترور میکنن که خودتون فکر میکنید مرگ طبیعی پدرتون فوت کرده. گفتم حالا برای چی؟ گفتم برای اینکه اینا 3 تا انتخاباتو باختن. من اومدم خونه به بابا گفتم، گریه هم میکردم، به بابا حرف میزدم. بابا میگه بابا تو چرا نپرسی؟ چون بابا یه محافظی هم سر تیمش عوض شده بود. سر تیم بابام سر تیم خوبی نبود، خیلی مسائل رو رعایت نمی‌کرد. من گاه هم میادم به بابام گفتم بابا اینجا همه چی ولا اصلا اینجوری نیست، فکر نکنین این آقا اصلا درست کارا رو دنبال نمیکنه. چون چند تا اتفاق افتاده بود دیده بودم. به این میگفت تو چرا این کارو اینا میگی؟ اینا بچه‌ها زحمت میکشن، اینا اصلا نباید به اینا چیزی بگی، اینا بچه‌های خوبی ان. گفتم من میگم خودتون بدونی، من به کسی نمیگم، دارم به شما میگم. بعدم اینو شروع کردم گریه کردن. گفت تو چقدر قصه منو میخوری، بچه اینقدر خودت ناراحت میکنی؟ خاطر من خودم نیم میبری. گفتم بابا تو رو خدا. گفت خیلی خوب اینو نه به مامانت میگی که ناراحت بشه، نگران بشه. مامانت به اندازه کافی نگران هست، نه به کسی دیگه میگی. گفتم خب من به هیچ کی نمیگم، ولی خودتون رعایت کنید. چون به محافظاشم نمیخواستم بگم، من به بعضی از محافظای بابا اصلا مشکوک بودم. بعد گفتم باشه من نمیگم شما، ولی خودتون رعایت کن. البته بابا خودش تو دفترچه خاطراتش هم نوشته، توی خرداد ماه اونجا نوشته اسمای آدم‌ها رو برده. شما خوندید ولی هنوز منتشر نشده؟ نه نشده، مال سال 95 نوشتم. 2 نفر نوشته که اومدن پیش من گفتن یه کمیته 4 نفری تشکیل دادن، اسم اون 4 نفر هم نوشته که علیه شما دارن کار میکنن. هر کاری بوده با خانواده شما و خودتون کردن، به نتیجه نرسن، تهش با جمله رو اینجوری تموم کرده: میخواهن دست به اقدامات خطرناکی بزنن. آقای مسیح مهاجری هم یه بار تو صحبتاش گفت پارسال توی خانه موزه که آقای هاشمی من کشیده کنار توی اتاقی، گفته بیا اینجا شون بوده و در مورد این مسئله با من صحبت کرد. یه بارم دیگه بعد از فوت بابا باز یکی از دفتریای بابا گفت که آقای هاشمی گفته فلانی اسم برده. حالا من اسم اونو نمیبرم. اون گفته که آقای هاشمی رو اعدامش